سرمربی دسته منتخب تاجیکستان عثمان توشف این نوبت به خلاصه آمد که طرح بازی دسته منتخب تاجیکستان را دیگر کند. در حقیقت همین طرح هم شد. در آغاز بازی فوتبالبازان ما برتری را به دست گرفتند و فشار را به سوی دروازه صاحبان میدان دسته منتخب قرقیزستان خیلی زیاد کردند. فوتبالبازان دسته قرقیز حتی نمیدانستند که چگونه توپ را به یکدیگر پرتویند. دست و پا خورده بودند و این نگاه نکرده در دیگر لحظه ها هم فوتبالبازان دسته منتخب تاجیکستان در همه جا توپ رو در نزد پایشون نگاه داشته میتوانستند. این خیلی خوب بود. یعنی خط محافظت ما خیلی پرقوت شده بود. هرچند کیچن اینجا به هجوم گذشت و یک حالت موافق رو به وجود آورد، ولی ما از دروازه‌بان خود رستم یتیموف باوری داشتیم و همین بود که فوتبالبازان دسته منتخب تاجیکستان در این وخوری نهایت شدتناک که یک امتیاز با طلا حتی برابر بود به صف پیش برآمدند. هجوم ما رو خیلی ماهرانه درونجان ارگاشف در دقیقه 17 وارد تور دروازه کرد، با گل انجام داد و ما توانستیم با حساب 1-0 به صف پیش برویم. اکنون برای فوتبالبازان دسته منتخب تاجیکستان بازی کردن خیلی آسان می اومد، زیرا صاحبان میدان می توانستند به هجوم گذرند و در خط حمایهشان کمبودی‌های زیادی را به وجود آورند. به این نگاه نکرده فوتبالبازان ما به خلاص آمدند که ببینید اینجا علیشیر جلیل فالو میگه که با اخونه باید کار کنیم، یعنی به خط محافظت بیشتر اهمیت دهیم. همین بود که فوتبالبازان ما به خط حمایه بیشتر توجه کردند. حالا بار دیگر این گل زیبایی که زده شد با امید مخلصان فوتبال تاجیکستان امید زیاد زم کرد. به دل کارشناسان هم همچنین یک لحظه ما توقف کردیم و برتری رو با پرگی با صاحبان میدان دسته منتخب قرقیزستان دادیم. قرقیزها هجوم‌های پای در پای میکردند و گفتم که رستم یتیموف در این بازی خوب بازی کرد. در این وخوری عثمان توشف تو تغییرات جدی کرد و به میدان بکرزرف برآمد که در نتیجه خیلی خوب هم بازی کرد. اما در هیئت دسته منتخب قرقیزستان به میدان عادل جان عبدالرحمنوف آمد و این پرتوفی بود یا پسی بود که از پشت پای با تیمورلان کوزونبایف رسید و این بازیگر دسته ما رو از یک گلی که پیشرفت بود محروم کرد و حساب رو برابر کرد. تیمورلان کوزوبایف این گل نوبتی این بازیگر است و دقیقه 83 بود و 7 دقیقه دیگر برای ما نرسید که این بازی رو با پیروزی جمع کنیم. در نتیجه همین طور هم شد که بازی با حساب 1-1 به انجام رسید. فوتبالبازان ما نسبت به بازی پیشینه با میانمار در این بازی خیلی خوب بازی کردند و توانستیم که از اینجا یک خالی طلایی رو به سبب دستاوردهایمان جا دهیم و امکانات دیگر هم هست که ما از گروه با بازی‌های من بعد رویم. این رو البته بازی‌های من بعد نشان خواهند داد. خب اینجا یک ضربه دیگر رو دیدید، بسیار هم ضربه قاطع نشان رس تو با تیری دروازه برخورد. بعد ضربه لوکس ویتالی لوکسی به میدان اومده بود.